هدف از بیان این مسئله و مقصد از بیان طبیعت اسلام و اینکه راه انبیاء علیهم السلام از خود سختی ها و مشکلات داره، هدف این نیست که ما به ملت بگیم که در برابر ظالم در برابر استبداد رژیم مستبد رحمانوف سکوت بکنه. هرگز هدف این نیست که ما به ملت بگیم که شما در برابر ظلم ظالمین خاموش باشید. هدف این نیست هرگز، بلکه هدف این مسئله مهم است. بیان این مسئله مهم است که راه انبیاء علیهم السلام و راه اسلام از خود همچو تکالیف و سختی ها را دارد. پس ای مسلمان ها به راه اسلام و راه انبیاء و به دین خود آشنا باشید که طبیعتش این گونه است. طبیعتش به این شکل است. به این آشنا شید تا که در وقت سخت، در اوقات حساس، در همچه اوقاتی که ما شما قرار داریم، تا که در همچه اوقات این راه ترک کرده، شانه خالی کرده، به خاطر خلاص کردن خود از تکالیف شرعی دنبال شرق و غرب و این سازمان و اون سازمان نشیم. هدف این است که راه بشناسیم، با راه آشنا شیم، آگاه بشیم، تا که در وقت سخت راه خود ترک کرده دنبال راههای نشیم که اونها مخالف راه اسلام هستند، دنبال راههایی که اونها ما را به جای نمیرسونند. هدف بیان این مسئله است.